کلان فعالیت میکنه. آقای فتی، همیشه همه چیز خیلی خوب پیش رفته یا اینکه شکست هم داشتین؟ ما مشکلات روزانه‌ای داریم بعضی مواقع و این طبع تولید هست و کار هست. من این مثالی رو خدمت شما بزنم، خیلی جا هم گفتم این رو. شرکت تویوتا که یکی از بزرگترین تولید کنندگان خودرو هست در دنیا، حدود فکر کنم 5 یا 6 ماه پیش بود 450,000 تا خودروشو در آمریکا به دلیل نقص فنی در ترمز ماشین برگردوند و اینها رو اصلاح کرد و جمع کرد. اما هیچ وقت دولت ژاپن تویوتا رو تعطیل نکرد و یک کشوری مثل آمریکا که استانداردها رو بسیار بیرون نکرد. اینها طبع در واقع کار هست، یعنی اشکالاتی که در کار به وجود میاد و این باید وقتی که رو به بهبود باشه و برای این باشه که کیفیت رو بالاتر ببرن، قطعا اینها در کار فنی اینها به وجود میاد. با مشکلات تحریم، مشکلات مالی، مشکلات فنی، مشکلات رقابت ناسالم در بین در واقع این کار برای ما به وجود آمده و ما اینها رو همه رو حل کردیم. وارد کننده ها وارد کننده که اینها رو در واقع ما پشت سر گذاشتیم و خیلی مشکلات زیادی وجود داشته که همه اینها حل شده و الان ما مشکلات رو میبینیم و پیش بینی میکنیم و اونها رو حل میکنیم.